شورای مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان روز 28 مارس علاوه‌ها به سازشنامه بین حکومت تاجیکستان و ازبکستان درباره مسافرت متقابله شهروندان از 9 مارس سال 2018 را پذیرفت. این علاوه‌ها به ساکنان دو کشور امکان می‌دهند که هنگام سفر به کشورهای یکدیگر تا در روز بدون ثبت نام آنجا بمانند. تا کنون دوره بود و باش بدون ثبت نام برای شهروندان تاجیکستان و ازبکستان هنگام سفر به کشورهای یکدیگر همگی تا 3 روز بود. بنا به گزارش نشر شده در سامانه مجلس نمایندگان، وکیل مجلس نمایندگان رفشان رجبزاده ضمن معرفی این علاوه‌ها گفته است با در نظر داشت آنکه سالهای آخر شماره شهروندان تاجیکستان به جمهوری ازبکستان سفر می نمایند افزایش یافتند و بنابر سبب کم بودن مهلت بقیه‌گیری بعضا به مشکلی ها روبرو می شوند. از این لحاظ پروتکل درباره وارد نمودن علاوه ها به سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری ازبکستان درباره مسافرت متقابله شهروندان از 9 مارس سال 2018 به امضا رسانیده شد که طبق آن به بندهای 3 و 4 علاوه وارد کرده شدند. شهروندان دولت یکی از طرفها که به قلمرو دولت طرف دیگر وارد می شود از عهده‌داری بقیه‌گیری و قید موقتی در مقامات صلاحیت‌دار دولت طرف اقامت به مهلت 10 روز کاری از لحظه گذشتن سرحد دولتی دولت طرف قبول نموده آزاد می شوند. در دوران پرزیدنتی اسلام کریموف روابط ازبکستان و تاجیکستان بیش از 2 ساله پرتنش و جنگ سرد را پشت سر کرد. در عهد کریموف ازبکستان با تاجیکستان نظام ویزا جاری کرده خط مرزش با تاجیکستان را مینه‌کاری کرد. بعد مرگ کریموف در سال 2016 و به قدرت رسیدن شفقت میرزیایف که اجدادش از دهه یکتان نویه دیوشتیز می باشند روابط تاشکند و دوشنبه رو به گرمی آورد. در مدت کوتاه بین دو کشور پروازهای هواپیماها و حرکت اتوبوس‌ها از سر گرفته شد. گذرگاه‌های مرزی سالها باز مسدود از نو گشوده شدند و نظام روادید از بین برده شد. در دوران پاندمی کرونا ویروس روا بین دو کشور نسبتاً محدود شد ولی از 15 مارس این محدودیت‌ها از بین برداشته شدند.